با برنامه تیوی معنوی مهمان خاندان شما هستیم. سلام بینندگان عزیز. به عنوان برنامه تیوی معنوی سالهای پیدا شدند که روح چیست و روح شناس کیست. پس به این سوالی ما باز دکتر محمود کبیری به برنامه تشریف آوردند و به شما پاسخ میدهند. روح جزوی از فرمان خداست و خداوند در دفتر خود آب آن را نوشته است. و روح برنامه سازی است از نور ساخته شده و در جهان مادی از 4 عنصر خاک، آب، آتش و هوا لباس مادی به خود می سازد. روحشناس کسی است که ظهورات حیات را در سرشت انسان یعنی ارگانیسم انسان میفهمد. تصور کنید که روح چطور کار میکند در جهان مادی انسان، در تن انسان. آن روش هایی که در یک مثلا بینایی آدم میرود تا 500 عکس العمل کیمیایی میشه تا که انسان ببیند و این جهان مادی انسان است. باز انسان در جهانی روحی و در جهانی ابسترکتی زندگی می کند که در آن هم به خود قانون و قاعده های خود دارد. و روحشناس کسی هست که فعالیت روح، تن و عموما به شکل جمع خود سرشت انسان را که عبارت است از روح، تن، احساس، معنویات، خیرت، نفس و هاکذا می آموزد، می فهمد. برای که انسان روح شناس شود 5 علم را باید بداند. یکم این که درک داشته باشد از علم طب که می آموزد انسان را و همه ظهوراتش که هست. دوم این علم روانشناسی هست که قلب شناسی، پسیخولوژی میگویم که عبارت است از آن که چی طور قلب انسان، روان انسان کار میکند که از هر آدم هر خیل است. چهارم باید از فلسفه یعنی از حکمت شناسی انسان باید درک داشته باشد، چون که هنوز از دوره های کهن تا حال آدمان در عالم معنوی، در عالم خیلی بالا و بالا عقیده های گفتند که مردم آن عقیده ها را پیروی میکنند و حکمت شناسی هم همین است و روحشناس باید از همه عقیده هایی که هنوز از دوره بابایدم تا این دم آمدن باید درک داشته باشد. و چهارم باید انسان روحشناس از دین درک داشته باشد، چون که دین در برابر انکشاف چی جمعیتی چی انکشاف ایولوسیونی آدم همراهش بود و در هر وقت و زمان باز تازه اخبارات در این ساحه می آمد و درک داشته باشد که معین می کند جهان باطنی و طلبات های معنوی و روانی انسان را. و پنجم روحشناس باید از علم حاضره درک داشته باشد که علم حاضره در اساس آموزش طبیعت و از آن جمله طبیعت انسان پیدا شده است و انالوگ یعنی که هم شبیه این طبیعت بعضی چیزها را ساختند و از آن جمله آن تلویزیونی که مردم شریف وادی حصار تماشا دارند که ساخته شده است از چشم یک نمود مگسی که در باطلاق زندگی می‌کند. و چون این چشم را آموختند دیدند که ممکن بوده است داگانه چشم همین مگس را ساخت و آن را چون ساختند ما حالا توانستیم که
از علم بهره بریم و با تلویزیون‌های خود و آینه‌های نگونی خود صحبتی ما و شما تماشا کنیم. این است روح شناس و این است روح. متاسفانه در زمان شوروی روح را که این کار میکردند و این سبب آن شد که برای آنکه در شعور انسان‌های سوویتی شوروی نسبت به روح یک نفرت پیدا کنند، کلمه پسیخ را برآوردند، گویا که آدمان بیماری روحی یا که بیماری دیوانگی گفتن، آنها را به یک حالت مسخره، به یک حالت استهزا آورده بودند که متاسفانه ضرر خود را رساند. ولی حالا با ما معلوم شد که در حقیقت روح و روان انسان موجود دارد و انسان میتواند که با واسطه اطلاعات های روانی به خود تاثیر مثبت رساند و علم هم اثبات کرد که انسان هیچ وقت نیست نمی شود و از این حالت به حالت دیگر می گذارد. یعنی برنامه انسان ساخته شده نیست نمی شود و این برنامه ساخته شده انسان روح هست که در جهان متریالی و مادیات مبدل می شود. تشکر زیاد دکتر محمود کبیری. به نهایت معلومات خوب بودن که بینندگان عزیز از این سخنهای شما در خود چیزی را یعنی که گرفتن. خوب میگفتید که چطور از روی نقطه نظر روحی آدم بیمار می شود؟ ظهورات انسان اسرار است. اگر به انسان چقدر آموزش میشه، چقدر ما با جهان باطنی او وارد میشویم، میبینیم که در حقیقت کائنات در خود یک انسان تجسم یافته است. به همون قدر بزرگی کائنات که یک سرعت حرکت نور 300,000 کیلومتر است. از یک کنج کائنات این آسمان یکم تا دیگرش هنوز نرفته است. یکی انسان به شکل خوردی جهانی بزرگی اطراف ماست و هر یک جداگانه قسم های آدم به خود یک غذای خاصی دارند. مثلا برای بدن ما و شما خوراک لازم است، مثلا برای کار کردن قوه الکتریکی قوه برق لازم است و همینطور آدم هست. آدم هم استعمال بعضی چیزهایی را میکند که به آن استعمالات شاید هستی انسان هم برهم خورد. از اون جمله شکم مثلا غذا میخورد، ششها هوا، چشم ها نور، رنگ، گوش ها صدا، قلب انسان، دل انسان مهر و محبت، دوستی و در برابر این معنی انسان هم طلبات و غذای خودش دارد که معنی انسان غذای اطلاعاتی سخنی میخورد، یعنی عادی تر کرده گوییم گپ میخورد و گپ سخن مانند خوراکه هایی که در دسترخوان مردم گوناگون هست و از آن جمله سخن های شفایی که ما میگوییم عبارت هستند از آن که در دسترخوان آدمان غذاهای گوناگون است و در هر غذا دارویی هست. سخن ما همچنین است و بیماری انسان هم از سخن، از اطلاعات سر میزند. اطلاعات میتواند که موجی باشد، اطلاعات میتواند که کیمیایی باشد، اطلاعات میتواند که مثلا فیزیکی طبیعی باشد، اطلاعات میتواند که مکانیکی باشد. مثلا اگر در جهان موجی گوییم بود هوا ویران می شود، طوفان مگنیتی می شود، انسان ها اکثرشان خودشان گنده حس می کنند، لیکن در تابعات و مشق‌های ما انسان با طبیعت بیرونه آشنا می شود. می تواند که مثلا اگر گزیدن مثلا زهر مار یا خوردن داروهایی که انسان را به بیماری زهرآلودشوی میارند، این اطلاعات شیمیایی هست. مثلا در نتیجه که آفتاب گرم میکند یا که خنکی میزند انسان را که تاثیرات ضرب‌های مثلا فیزیکی هستند که از طبیعت میگن. مثلا در نتیجه لت خوردن و صدمه گرفتار شدن
ё ки дар ҷанҷолҳо задану аз сар лат хӯрдан ё ки дигар таъсиротҳои механикие ки инсон мерасонад ба ҳидоят метавонанд ки инсонро бемор кунанд ва ин иттилооте ҳаст ки ба майнаи сар ворид мешавад. агар мо чаро майнаи сар мегӯем чунки қалби инсон равони инсон дар майнаи сар ҳаст. ҷанҷолҳо буданд байни олимон ки мегуфтанд ҷон дар дил аст ё ҷон дар майнаи сар аст. мо медонем ки акнун ки дар ҳақиқат майнаи сар маркази ҳастии ҳаёту ҷони инсон ҳаст ва майнаи сар дар бадани инсон шоҳ ҳаст ва он шартномае ки узвҳо байни якдигар мебанданд ки ҳар як узв кори худро иҷро кунад дар майнаи сар дар дасти майнаи сар қарор дорад. барои ҳамин вақте ба майнаи сар ворид мешавад иттилоот, сухан, гап, он чизҳое ки майна онҳоро бардошт намекунад ё ки барномае ки худованд бо адл онро навиштааст саломатӣ дар он таъсир мерасонад. агар барои фаҳмо шудан ба тамошобинон мо гуфта метавонем ки дар ҳар компютер вирусе медарояд ва барномаи онро вайрон мекунад ва чунин ҳаст одам ва ин вируси саломатии одам метавонад ки гуногун бошад, вале ба ҳар ҳол одам аз иттилоот бемор мешавад. من اول دوله می‌زدم. سرم کار نمی‌کرد. سرم خیلی خم راست کردن نمی‌تونستم. پس بود سرم. پاچه‌ام دو پاچه کار نمی‌کرد. پاچه جانش پرمگی بود تمام. خیلی با نظارت دکتر بودم. خیلی مسترک شدم. لیکن عصبم وایرونی بد بودم. سرم یگان گپ نمی‌تونستم برداشت کردم. حاضر خدا به شکر پارسال آمدم. یک روز گرفتم. خدا به شکر 100,000 نقص میکنم. خب من سبوکش میکنم. هر خیلی گپایم با دلم هم نمیکنم. دلم تازه شده. سرم ساز. دکتر محمود جان کبیری تبلیغات کردن. من نقصم. خدا به شکر همه درجه ساز شده من. доктор Кабир, та онҷое ки маълумот дорем, ҳар як беморие ки имрӯз ҳаст дар ҳаёт бояд табобат шавад, яъне ки аз рӯи шароит ва имконоти хеш. хусусан шумо беморонро чӣ гуна табобат мекунед? мо барои он ки ба беморон фоида расонем, мо аввал истифода мебарем аз он ки тактикаи табобатӣ нисбат ба онҳо дорем. мо ба ҷисми онҳо таъсир мерасонем бо воситаи дору. мо ба тиби халқиро меорем ки ҳанӯз аз давраи кӯҳан омада буд ва хело бой ҳаст. мо истифода мебарем аз илми сурзамзамӣ ки аз мамлакати чин омадааст ба мо. мо истифода мебарем табобати гиёҳҳои шифобахш ки онҳо дар ҳама дорухонаҳо ҳоло ба шакли фиточай фурӯхта шуда истоданд. мо истифода мебарем дар олами асаб бо воситаи сухан ва сухан дору тайёр карда онро ба майнаи сар мепартоем ва мо истифода мебарем аз нур ки ин нур дар олами ҳастие ки мо шумо зиндагӣ мекунем бисёр аст ва беҳтарин нур ин нурест ки аз шӯъри коинот меояд ва мо истифода мебарем ризояти тақдирсоза ки инсон аз ин метавонад ки тақдири худро иваз кунад ба самти хушбахтӣ. бинандагони азиз, барномаи тибби маънавӣ идома дорад. хуб доктор Кабирӣ, боз ба шумо суоле пеш меояд ки пешгирии бемориҳо ва нигаҳдории хушбахтии инсон бо кадом роҳҳо сурат мегирад?
برای که ما روشن کنیم در این مسئله، البته آموزشی 21 سال خواندن ما و تجربه کاری 18 ساله ما با آن آورده رسان که ما یک قانون و قاعده های عادی را به مردم پیشنهاد میکنیم و این قانون و قاعده های عادی را ما در یک چارچوبه معینی با نام 7 پرینسیپ نیوسوفیزم علمی اساس گذاشته ایم و آن عبارت است از آن که انسان برای آن که سلامتی خود نگه دارد، چی سلامتی جسمی، چی سلامتی احساسی، چی سلامتی عقلی و روحی و روانی، باید این پرینسیپ ها را اجرا کند که سه تای آن روانه شده است و جسم انسان از آن جمله خواب و دمگیری برقرار کننده که انسان با واسطه خواب و دمگیری برقرار کننده که هر شب خواب می رود و خوابش نقص کند و اگر یک شب انسان اگر خوابش رو بیان کند می تواند که به ناراحتی احساسی گرفتار شود و در یک هفته یک مراتب دم گرفتن و در یک سال یک ماه که رخصتی مهنتی است انسان ها رفته باید دم گیرن و سپای خود را تازه کنند و باز 11 ماه دیگر باز به کار شروع کنند. چیز دیگری که به جسم انسان در این پرینسیپ روانه شده است این غذای باشورانه است. انسان ها بدانند که از استعمال غذاهای درست، ویتامین دار، مینرال دار، سفیده دار و چرب دار و شیرینی دار سبب آن می شود که جسم انسان به قوت می بیاید و در جسم به قوت روح بردم هست. مثلا ما هیچ وقت در ماشین زپروش نمی توانیم که موتور مرسدس رو بزنیم چون که آن جسم ماشین زپروش برداشت کردن نمی تواند و برای همین بزرگ و بقوت بودن تن این یکی از سمت های توابط ما هست که هنوز از آمان کودکی ما سر میکنیم. مثلا یک گریه شبی که کودکان بسیار وقت میکنن، این گریه‌ای که ما در جهان آموزش روان کودکان 5 نماد گریه را وارد ساختیم که 4 تایان عبارت است از آن که کودک یا خواب میخواهد یا گرسنه هست یا درد دارد یا گزیق هست و 5مش این گریه نارسایی ویتامین دی هست که از حسابی خروج اوج بیماری رخیت میشه که باید البته کودکان رو بدهند از ویتامین دی تامین کنند. زنهای حامله دار استعمال ماده هایی که آهن دارند، کلسی دارند، الیمنت‌های لازم و سفیده و یکی از مقابلت هایی که انسان در عالم جهانی بیماری نسبت به بیماری میکند این ایمونیته بقوت است که ایمونیته بقوت از غذا البته سر می شود. این انسان بداند که با واسطه غذای باشوران نه برای شکمسیری خوراک خوردن بلکه برای اون که تامین کند خود را از ماده های لازمی باید غذا استعمال کند و هر روز غذاهای گوناگون رو سر کرده از چیزهای عادی و مانند سبزیجات و میوه‌جاتی که خوشبختانه مردم وادی حصار از آن بای هستند. سوم این مهنت است که انسان بداند که به مهنت ششتن نمیتواند و مهنت سبب زیاد شدن رزق و روزی و گردش خون هست و تن با واسطه مهنت یا عقلی یا با واسطه مهنت جسمی میتواند تامین کند خود را از اون چیزهای لازمی از آن جمله گردش خون، از آن جمله هوا، نفسگیری، درستی هوا و برابر تقسیم شدن آن ماده هایی که مخص استعمال میکنند. و با عالم احساس ما روانه کرده ایم مهر و محبت را. اگر انسان به مهر و به محبت باشد سر دل او سخت می شود و انسان بی‌رحم می شود. برای آنکه انسان طبع خوش داشته باشد، وقتی خوش داشته باشد ما باید بفرماییم که انسان باید محبت را در خود تربیت کند و مهر و محبت دروازه نور خداوند است و هر کی با مهر و با محبت است حتی آتش دوزخ آن را نمی‌سوزد و این طبع انسان را که خوش کرد داروهای خود انسان حاصل می شود. پرینسیپ دیگری که ما فرموده ایم برای عقل است که انسان باید عقل خود را تربیت کند، فکر خود را تربیت کند که عبارت است از آن که انسان باید با ذکر یا که این ذکر خداوند یا که ذکر کارهای خود یا که ذکر فکر و اندیشه هایی که عالی هستند و ذکر آن مقصد هایی که در پیش میگذارد، یعنی که انسان
فکر خود رو نگذارد که فکر هر کجای خواهد پرواز کند، بلکه فکر را تربیه کند و فکر را سمت دهد. یکی از خوشبختی های انسان این فکرهای سالم داشتن است. در عالم روان ما فرمودیم مشق‌های سالکی، مشق‌های روحی رو که قلب انسان را آرام می‌کنند و خفگی و زیخی، قهر و غضب و ترس و هراس و آن خصلت‌های منفی که در انسان شدن می‌توانند آنها را با واسطه مشق‌های روانی و روحی از وجود خود هر روز تازه کردن لازم تا اینکه انسان بیقرار و انسان ناراحت نشود. و هفتم پرینسیپ ما این رابطه با شعور کائنات است که انسان باید بداند که چه نیکی و چه بدی که می‌بیند در خونش نوشته شده است و با این رضا باشد و با صبر باشد، عمل کند و درخواست سازد و البته با کسان راز و نیاز خود را بکند که آنها به قدری او میرسند تا اینکه دل خود را خالی کند. و این 7 پرینسیپ سبب آن شدند که ما اکثر مردم را میتوانیم به سلامتی و از اون جمله به خوشبختی برسانیم. شما که امروز با مردمی وادی حصار سر و کار میگیرید و عموما مردمی وادی حصار گوناگون ملتند، یعنی که با زبانهای تاجیکی، ازبکی و روسی و هوکزا گپ میزنن و سر و کار میگیرن. عموما در رفت طبابت به شما یگان مشکلی پیش ناومد؟ چون او خوردیم البته بختانه یاد گرفتیم از زبان ازبکی هم درک یافتیم و این به ما هم تأثیری مثبت رساند و دانستن زبان خوشبختی است. ولی به هر حال در جاده سخن اگر که نافهم باشد بعضی سخنان برای ما باز تأثیرات نوری هست که ما با واسطه اراده خود می توانیم به مرکزهایی که در معینه سر هستند تأثیر رسانیم و آن مرکزها را به حالت فعال یا به حالت بازداری بیاریم. مثلا اگر انسان به ترس گرفتار شده باشد یا که دستش کار نکند یا که معده‌اش سست باشد، اینها مرکز در معینه سر و ما با واسطه اراده خود و دانش عمیق خود درباره سرشت انسان می توانیم از نور دارو بسازیم و آن مرکزها را از حالت فعال یا به حالت بازداری بیاریم یا از حالت بازداری آنها را به حالت فعال بیاریم. یعنی که ناوابسته از آن که انسان ما را میفهمد یا نه. طرف دیگر یک نازکی کار را در اینجا میخواستم عمیق کنم و میخواستم در این باره حرف بزنم. این البته آن نزدیک بودن چی روح و روان و چی عرف و عادت و چی فرهنگ ملت تاجیک و ازبک. سرکرده هنوز از دوره هایی که با نوشتن سیاستنامه نظام الملک با مصلحت های به امیر تیمور بهاءالدین بلوگردان با آن استادی های عبدالرحمن جامی، شاگردی های علی شیرنوایی و آن شست و خیز و آن عرف و عادت های نزدیک من باز باوری عمیق‌تر پیدا کردم که هیچ قوه‌ای نمیتواند دوستی این خلق‌ها را از بین ببرد و آن سال تا سال باز مستحکمتر و مستحکمتر شده ایستاده است. مثال دیگر آن چیزی که من در نزدیکی در برنامه کمپانی تیلی کمپانی میر دیدم که درباره مهاجران مهنتی حرف می‌رفت و در صحبت و آن مصلحت و آن مسائل که آنها برداشته بودند شنانده بودند بر به بر یک مهاجر تاجیک و یک مهاجر ازبک را. یعنی برای مردم روسیه بوده چی ازبک چی تاجیک یک است. آنها در بین اینها فرق مانده نمیتواند. پس از این برمی‌آید که این دو خلق تقدیر یک دارند، این دو خلق فرهنگ یک دارند و این دو خلق در آینده باز مناسبت‌های خود را خوبتر و نخستر خواهند کرد و این قوه هست عظیم و این را تاریخ اثبات کرده است.
خب دکتر کبیری میگفتید که استراتژی مناسبت شما با سالمی در چه اساس میگردد و در زمان معاصر چطور برآمده شده است؟ البته هر یک مناسبت استراتژی و تاکتیک خود را دارد و از اون جمله تیپ معنوی ما هرچند که واسطه های تاکتیکی آن را گفتیم که به جسم تاثیر رساندن، به احساس و به عقل و به روان و به روح انسان و با کدام 7 پرینسیپ ناسوفیزم خود گفتیم، اکنون استراتژی ما در اون عبارت است که انسان عالی ترین آفریده هست در عالم هستی و شعور کائنات با این یک فخر دارد، ولی در زینه پایان ترین گذاشته شده است و انسان باید انکشاف یابد، حتی که انکشاف جسمی تن خود را بقوت کردن، انکشاف احساسی جسد خود را آرام کردن و مهر و محبت کردن، انکشاف عقلی عقل خود را بازگردانیدن و آن را سمت دادن، انکشاف روانی قلب خود را آرام کردن و انکشاف روحی انسان کامل شده. از این بر می‌آید که ما این راهی را که گفتیم که مانند درخت کلام می شود، انسان هم زینه به زینه انکشاف می یابد و مقصد انسان این انسان کامل شده است و استراتژی ما هم به کمالات رسانیدن است که کمالات انسان عالم معنوی است. انسان باید چون سین سالش رفتن گرفت به عالم معنوی باید وارد شود، چون بسیار اکثر آدمان در عالم جسمی میمونند، در عالم احساسی میمونند، در عالم عقلی میمونند که حتی عالمان بسیارشون عالم عقلی میمونند، در عالم روانی که یک فراغتی رو پیدا کنندن در زندگی و عالم البته روحی که این معنویات بلند است. و این استراتژی ما هست که ما باید انسان رو به همین سمت بریم و چون اکثر انسان ها از عالم احساسی به عقلی گذاشتن که دیگر احساس نکنند، احساس خود را داشته توانند، لجام زدن توانند، به عالم عقلی میگذارند و چون عقل که شد، عقل سبب تنجی امنی، سبب پیشروی جامعه و زندگی خوب می شود و از اون باز هست انکشاف دیگر که انکشاف معانی است، یعنی معنوی است و در روند زمان حاضره ما این را خود نبرآورده ایم و ما همان سلسله انکشافی که هنوز از زمان زردشت آمدن، هنوز از زمان سقراط آمدن، هنوز از زمان پیش از اسلام ظهورات داشت که آن را فتوبت میگفتند. یک جوان مردی میگفتند که شعار آن را ابو عبدالله رودکی نوشته بود: گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کو قرار نقطه نگیری مردی، مردی نبود فتاده را پای زدن، گر دست فتاده بگیری مردی. و این فتوبت عبارت بود از آن که نیکی کردن و نام خود را ابدی ماندن و صاحب نفس خود بودن. و این آمد باز عارفانی پیدا شدن که به عقل فهمیدن و در زمان مثلا سعدی، در زمان فردوسی و بعدی مثل این شخصانی بودن که با عقل حیات را شناخته بودن و باز عالم تصوف بود، مثلا حافظ لسان الغیب و عالم معانی و عالم روحی وارد شده بود و میدانست که دنیا چی هست و مقصد و مرامش میفهمید. ما همین سلسله را که آمده ایستاده است که توانست مثلا حاکمان دوره مثلا امیر تیمور مصلحت‌های پیرش به عالم بولایان را می‌گیرید، خود سلطان محمود پیری خود را داشت، خود ابو عبدالله رودکی پیری سامانیان بود که مصلحت‌ها می‌دادند و اینها شخصانی بودند که در عالم معنوی بسیار و دست در آورده بودند. چیزهای را و مصلحت‌های آنها سبب ایستادگری جمعیت، سبب پیشروی و سبب بقاوتی همان دولت و مملکت بود و بینیم که چرا برهم خورد. مثلا امیران بخارا و سوریان که بهترین شخص آن دوره احمد دانش را از دربار خود براندند و این سبب آن شد جهالت در آن دربار پیدا شد و البته ما عاقبت آن را دیدیم که به چه آورده بود. پس از این برمی‌آید که ما پیوستگی ان همین سلسله آمدی انکشاف معانی را دوام داده ایستادیم و کوشش داریم یک حلقه در آن پیوست کنیم یا که یک خشتی در این عالم بمانیم و ما در زمان معاصر
آن را بایگردانیدیم از دست علم حاضره. چونکه مشق‌های روانی که در اروپا میکنن و مکتب‌های خود را شدن، مشق‌های اتوگینی میگن، مشق‌های یوگا در هندوستان است، مشق‌های مثلا پسیکاترینینگ در روسیه هست، مشق‌های دیگری مثلا در امریکا هستند. اینها نشدن به آن انکشاف انسان و ما این را از میدونیم که از عالم ما گرفته شده بود و ما باز آوردیم و تصوف خود را با نام نیوسوفیسم در زمان حاضره روشن کردیم تا اینکه مردم بتوانند هم به شکل معاصر آن را استفاده برند، هم بوته آنها کنده نشود به فرهنگ و آن عنعنه‌های ملی که در مردم هست و ما شعار آن را حتی که گفته ایم که در زمان حاضره که انسان این را باید به یک عمیقی و یک درستی استفاده برد و بدانه که پندار سالم، رفتار سالم، گفتار سالم پیش آر، ریاضت نفس، احساس مثبت، عقل را هوشیار، خالق خویش دور نیست، احسان را بر کار آر، معنی بگو، معانی بجو، روح را در حال دار. بینندگان عزیز، خیلی که میگویند هر آغاز را انجام است و وقتی که به برنامه ما جدا گردیده بود به فرجام میرسد. خیر تا برنامه دیگر پیروز باشید.